سلام بچه ها، ایران بانو هستم. امروز آموزش زرشک پلو با مرغ مخلوط رو داریم که خیلی خیلی عالیه. بریم که با هم درستش کنیم. خب بچه ها، برای درست کردن پلو مخلوط احتیاج داریم به 3 پیمانه برنج که من توی آب و نمک خیس کردم، چون باید حتما این برنج آبکش بشه. به یه عدد سینه مرغ کامل نیاز داریم و یک پیاز بزرگی که من به صورت نگینی خوردش کردم. چند حبه سیر تازه داریم و ادویه‌جات که شامل نمک، فلفل، زردچوبه، زنجبیل، پودر آویشن و پودر کاری هستش. حتما برای گرفتن بوی ذوق مرغ از یک دونه برگ بو استفاده می‌کنیم. زرشک داریم که این دل بخواهی هستش، میتونید حالا کم و زیادش بکنید. من به اندازه 5 قاشق زرشک استفاده کردم، ولی میتونید کمتر یا بیشتر بریزید. به 1 قاشق غذاخوری گلاب نیاز داریم و زعفران دم کرده و پودر هل که حالا در طی کار بهتون نشون میدم که چقدر باید پودر هل بریزید. به اندازه نصف قاشق چای خوری و روغن. خب حالا بریم تا مراحل کار رو ببینیم. بچه یکی از ترفندهایی که بوی مرغ کامل گرفته میشه اینه که اول با یک کمی آب بذارید بجوشه، نه زیاد، در حدی که فقط آب یه حالت سفید رنگ میشه. بعد بریزید توی آبکش و بعد شروع به درست کردنش میکنیم. اینطوری به هیچ وجه دیگه مرغ هیچ بویی نمیده. خب بچه به این صورت که رسید، مرغ تو آبکش میریزیم و آب سرد میگیریم روش و بقیه کار رو ادامه میدیم. خب یه کمی روغن رو اضافه میکنیم. پیاز رو به این صورت نگینی میتونید هم خیلی خوب. سیرها رو هم اضافه میکنیم. ادویه ها رو هم به مرغ اضافه میکنیم. خب بچه وقتی که پیازهای کم سبک شد و مرغ شروع به سرخ کردن شد، بعد این رو زیر رو میکنیم و برگ بو رو اضافه میکنیم. کمی که سرخ شد برگ بو رو هم اضافه میکنیم و بهتره به اندازه 2 قاشق غذاخوری آب بوره هم اضافه کنیم و آب رو اضافه میکنیم و میذاریم تا خب بچه به این مرحله که رسید که بین 2 تا انگشتا به راحتی ببینید مشخص پخته. خب الان میگیم که آبکشش کنیم. نشون میدی؟ من نه چیز خاصی نمیخواد، یه خورده خاموش کردن شده. اینو با هم بگم میتونی چیز کنی.
بچه زرشک رو خیلی مقدار کم توی روغن سرخ میکنیم. اگر که دوست داشتید میتونید به اندازه 1 قاشق مرباخوری تو شکر هم بزنید. این دیگه ذائقه‌ای هست ولی من ترجیح دادم که اضافه نکنم. به محضی که ریختید و شکر با زرشک بهترین توی مرحله زعفران رو استفاده کنید. میتونید مرغ هم زعفران بزنید ولی تو این قسمت بهتر خودش رو نشون میده. هم رنگش و هم عطرش در این قسمت بهتر حس میشه. در همین صورت مرحله به مرحله انجام میدیم تا مرحله بشه. خب بچه ها من روش کره آب شده دادم، بعد دمکنی میذاریم و به مدت 1 ساعت بره که دم بکشه. بچه ها توی مواد اولیه‌مون به اندازه 1 قاشق گلاب داشتیم که موقعی که برنج رو گذاشتیم دم بکشه اینو روی برنجمون میدیم. ویدیو خداحافظی. خب بچه ها زرشک پلو با مرغمون آماده شد. امیدوارم که درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. لایک و سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو هم بزنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.